سلام من میلادم. خوش اومدید اینجا چنل حسین هفت عزیزه. همونطور که میبینید حسین جان سلام، این چیزی هست امیدم که بدمان باته، خسته نباشید و اینکه گوشیکم خاک منتوار. ممنونم که ما را همراهی میکنید. خب آقا همونطور که میدونید یعنی اون طرفدارای حسین هفت که فکر کنم کامل در جریان باشن، حسین هفت عزیز یه مقداری کم صحبته، واسه همین دیگه امروز قراره یه ذره هم به حرف بیاریمش و همین که دیگه یه مقداری چالشیش کنیم دیگه. قبل از اینکه سوالامون رو شروع کنیم و بریم سراغ اصل داستان، خودت چجوری لذت میبری از اینکه مثلا ازت میخوان که مصاحبه کنی، صحبت کنی، پادکست مثلا بدی و اینا؟ قطعا نه زیاد، ولی خب دوست دارم یه چیزا حفظ بشه و بمونه. همونجوری که قبلا گفتم شاید فردایی وجود نداشته برای من نداشته باشه. خب دوست دارم چیزای بیشتری گفته باشم، یه اثری از خودت بیشتر گذاشته باشه، قبول دارم و کلا ایده جالبیه که اینطوریه. ولی حالا من بذار گلگی خودم همین اول داستان بگم. حالا با اینکه تو این 12 ماه اخیر خدایی پادکست و مصاحبه و این داستانا زیاد بودی، ولی به موزیکت فکر میکنم که کمتر پرداختی و بیشتر نمیدونم درگیر یه سری موضوعات پشت داستان بودی تا اینکه بخوای موزیکی منتشر کنی. علت خاصی داشته؟ اتفاقا به نظرم موزیک خیلی زیاد بوده، فقط منتشر نشده. خیلی زیاد، یعنی بیش از اون چیزی که خودم مثلا بتونم حسابشون بکنم از دستم در میرن چند تا. اوه حسین من هر سری با تو صحبت میکنم میگی که من کلی موزیک آماده دارم. این باگ داستان تو از کجاست داداش؟ منیجرات که چیز اون کاری که باید رو نمیکنن؟ هر زمانی که زمانش برسه، زمانش رسیده و پخش میشه. زمانش نرسیده. آخه من احساس میکنم که با توجه به اینکه در جریانم که توی گوشی حسین هفت چه خبره، یه ذره برام تعجب آوره که چرا مثلا تایمای ریلیزش انقدر دیر به دیره، هم برای موزیک ویدیو هم واسه ترک ترجیح میدم کارا با کوالیتی بهتری بیاد. اینم جالب شد اینو گفتی. آقا اصلا هنوز سراغ سوالامون نرفتیم، داریم به چیزای دیگه میپردازیم. حالا این که میگی باید کوالیتیش چیز قابل توجهی باشه، دوست داشته باشم بهش برسم. اوکی. الان ترکی هست که مثلا فاینال شده باشه یا موزیک ویدیویی هست که فاینال شده باشه و حال نکرده باشی که پخش کنی؟ قبلا بود، الان نه، برطرف شد و دوست داری که پخش کنی؟ یعنی یه سری کار داری آماده پخش کردن؟ فکر کنم قبل این ویدیو هم که پخش بشه سبحان الله بیاد بالا. سبحان الله چه موزیک ویدیوییه. من خودم به شخص عاشق تصویرای اونم. بچه‌ها حتما داشته باشین داستانو. و اینکه همونطور که در جریانید، یعنی از تعداد سابسکرایب‌های این چنل معلومه، این چنل جدید حسین هفته در واقع چنل قبلیش به باگ خورد و دیگه یه جورایی از دسترس خارج شد. سابسکرایب اگه ندارین و دارین این ویدیو رو میبینید، میدونم که این ویدیو خوبی میگیره، حتما سابسکرایب رو بکوبید، چون که حسین هفت کلی پلن داره، میخواد یه حد و نصاب این سابسکرایب برسه که شروع کنه به پخش ترک. آقا بریم سراغ اصل داستان، برنامه که امروز براتون در نظر داریم. همونطور که گفتم حسین هفت بالاخره چون مصاحبه با این داستانا توی مدت زیاد داشت، گفتم میاد سوالای چالشی براش در نظر بگیریم. 2 قسمت داره سوالای امشبمون. یه بخشش حالا سوالی طوری و حسین جان باید جواب تک تک این سوالا رو بده. قسمت دومش هم اینطوریه که این یا اون، من یه سری سوال میپرسم، نظر حسین هفت عزیز رو میبینیم، ببینیم ترجیح میده که تو کدوم پوزیشن باشه، مثلا تو کدوم جریان باشه بیشتر حال میکنه. درسته؟ خب آقا بریم سراغ سوالامون یا چی؟ خب من یه سری سوال اینجا دارم تقلب استایل، میریم براش ببینیم قصه از چه قراره. بزرگترین روزی که تا به امروز تجربه کردی، یا به نوعی بهترین روزی که تا به امروز تجربه کرده، اون چه روزی بوده؟ یه همین روزی که بگی وای عجب روزی بود، یا مثلا تو ذهنت اون روز مثلا هی بیاد و بره؟ آره به مثبتشو دارم میگم و به منفیش به مثبتش بوده. اون جایی که برگشتم قابل بیانه ایران، مثلا اون جایی که برگشتم ایران، مثلا از حس خیلی خوبی داشتی و یه روز ارزشمنده واسه. شاید اون موقع حس خوبی نبود، ولی الان برام خیلی خوب. چه باحال. چیزی که یعنی تو زمان به درکش رسیدی. آره بهترین نتیجه‌ای که الان گرفتم همین بود. بزرگترین ترس تو این زندگی چیه؟ به عنوان این بمیرم که کاری نکردم.
یعنی دوست داری اون اثرگذاری که آره. باید و تو ذهنت هست رو داشته باشی. آره همون چیزی که یه عمر زحمتش رو میکشم، نه یه برداشتای دیگه گذاشتی دیگه خداییش تا الان داداش. فکر میکنم توی اون مخصوصا خطه‌ای که شما هستین، حسین 7 برای نسل جدید اصلا دیگه فکر کنم یه میشه گفت یه الگو میتونه محسوب شه و یه همچین الگوی چیز. خوبی نیستم حقیقتا. خودتو کلا الگو خوبی نمیدونی؟ نه اصلا چطور؟ باید درس بگیرن. به نظر من باید یه زندگی منو ببینن و درس بگیرن و این مسیرها رو نرن، بهترشو برم. عجیبه. یعنی راضی نیستی از جایی که هستی؟ راضی نه، مسیر خوبی نبوده منظور جریان هیپاپی و کلهم همش دیگه. گرفتم چی میگی. ولی من میدونم که اونجا کلی نگاه کلی آدم حداقل رنج سنی زیر 20 به تو هست. حالا اونجوری که من در ارتباطم با کسایی که دنبال کنندتن. خب آقا این سوالو خیلی دوست داشتم ازش بپرسم و جوابشو بدونم چیه. اینکه عجیب ترین شایعه‌ای که راجع به خودت شنیدی تا الان؟ چیز زیاد شنیدم که میگن، کدوم یکی رو بگم استاد؟ اینی که مثلا هر شب پارتی میگیره و اینا، همه چیز رو رواله، داره لذت میبره. یعنی یه سری آدم نه هستن چیز که بدی نیست در کل، چیز بدی نمیبینمش، ولی اینکه منو توی همچین شرایطی ببینن یکم برام غیر قابل هضمه. این چیز عجیبیه. حالا شناختی که من از حسین دارم و یه همچین چیزی یا میگن. حالا چند تا چیز زیاده البته، بیشترینش اینه که بگن خیلی ترسناک آدم میخوره اینا. بی خیال میگن آدم خواره طرف. نمیدونم والله. اوه حاجی این فکر کنم عجیب ترین چیزیه که تو طول دوران ویدیوهای من تا الان شنیدم. یه همچین چیزیو خیلی عجیب بود. عجیب پرام. چطور حسین یه همچین چیزایی میگن؟ خب یعنی میخوام بگم عاملش چیه که یه همچین چیزایی میگن؟ قطعا شاید صورت منو میبینن یا چهره‌مو یا موزیکا رو میبینن میشنون و اونطوری برداشت میکنن. برداشتشون اینه. برداشت خب عجیبیه. من شاید هر موزیکی یه جوریه. خب یه سری موزیکی هست که احساساتت یه جوری که خب عصبانی یا نمیدونم از دست یه سری چیزا شاکی میای اونجا درشانش میکنی، تو بلوچی میگم، ولی خب جریان اون نیست، فقط اون یه دونه احساسه که فقط منتشر میشه. حالا من تا جایی که من میشناسم تو تنهایی خودتو با هیچی عوض نمیکنی. یعنی اصلا اون تنها بودن تو خیلی دوست داری کلا. بعد حالا تویی که تنهایی و اکثر اوقات این شکلی داری زندگی تو مثلا میگذرونی، میگن هر شب پارتی میگیری. برعکس اون چیزیه که کاملا هستی. یه جوریه که یهو میرم تو شهر، ملت میگن او کجا بودی این مدت که نبودی؟ میگم یه شهر دیگه بودم، نبودم اینجا. یه اتاق بودم ولی کلهم همش سرم پای کارم باشم، کار کنم، با سیستمم باشم. اینا بهترین کاره دیگه. بهترین کاره که اون جریانی که دوست داری و دنبال کنی فقط. خب آقا استعدادی هم داری که، یعنی استعداد خاصی هم داری که کسی مثلا ندونه، تا الان جایی نگفته باشی، یه کاریو بلد باشی، یه حرکتی رو بزنی ولی که تا جایی نگفته باشی؟ کار زیاد کردم استاد، خیلی. چی من استعداد داشته باشی توشه؟ آره کار کردم با استعداد اتفاقا داشتم. تو همشون خوب بودم من. زیاد کار کردم بچگی تا الان. تو اونایی هستی که تو هر کاری میری قشنگ باید به نحوه احسن اون کارو انجام بدی؟ کلا این سیستم رو دوست دارم، یه کاری رو انجام نده یا با تمام وجودت انجامش بده. چه تعریف قشنگی باریکلا. حالا این که تو تعریف یه مدت رفتم قشم کار میکردم، کارگری یعنی. اونجا به صاحبکارم روز اول گفتم جوشکار میخواستم، گفتم من زیر دریام واسهتون جوشکاری میکنم. اینا بنده خودم باور کرد، هیچی نمیدونستم ازش، ولی خب دیگه شروع کردیم و بسم الله و هاو. حالا که اینو گفتی دیگه خودت سوالا رو بردی توی چالش دیگه. اینکه کلا تا الان چند تا کار غیر از حالا همینی که گفتی کردی؟ زیاد. یه 2-3 تاشو بگو. کارگری که خیلی زیاد، انواع اقسامش. مکانیکی هم کردم. همه چی استاد، در چیزی که بوده تو مملکت من، از مرز رفتن بگیر، از حمالی تو سر مرز بگیر. اتفاقا اولین ساندکاردمو سر مرز کار کردم، گرفتم.
اصلا گالونای 70 رو از مرز رد میکردیم، خیلی خیلی از کار روی کوها میکشیدیم میبردیم اون طرف. کار اتفاقا همون موقع هم رپ میخوندم، میشناختن ملت منو، میگفتن حسین تو اینجا چیکار میکنی؟ گفتم که دارم کار میکنم دیگه، چیکار یعنی میکنم. در واقع به خاطر امرار معاش، به خاطر اینکه خورد و نیاز خوراک نبود، کنی. خب اونطوری هم نیست که بگم خیلی نیاز بود یا چیز دیگه. دوست داشتم هر چیزی که از خودم در بیارم، زحمت بکشم براش. قشنگه و دمت گرم که تو اون شرایط سخت و با اون سبک کارا رو یعنی اصلا توش بودی و مسیر جوری خودت رو نبوده دنبال که کردی. مثلا من مجبور باشم برم کاری رو انجام بدم، مثلا نیاز نداشتم از طریق خانواده اینا، ولی خب خودم دوست داشتم مسیرم رو خودم بسازم. بعد خانواده شما پول دارن حسین؟ نه چه نیست. حرفی آخه نه. خب تو با این شکل و شمایلی که داری و تو اونجا انگار که حالا نه که حرفم عملا درست باشه، ولی انگار یه دو پله از بقیه جلوتری، انگار مثلا یه خانواده مثلا اوپنتر و مثلا انگار نوع نگاش نه این به خاطر جهالت منه. اینطوری فکر می‌کنی. این تو بگم پذیرفته نیستی تو خانواده با این سبک و سیاق؟ فکر نکنم، نه. اینو تنها بهت کسی که چیزی بهم نمیگه مادرمه. تهش این بود که آخرین دفعه که اتفاقا تو یکی از موزیک گفتم دیگه، گفت از این موزیکا نخون دیگه، چون یکم شلوغ ملوغ شده بوده تو شهرم، میگفتن بچت فلان موزیک میخونه، اینجوری میخونه اونجوری میخونه. فقط داشتم میومدم از خونه بیرون که برم یه شهر دیگه، بهم گفت دیگه از این موزیکا نخون. تنش سلامت. واقعا من بهش هر جایی اسم مادرها میاد و اون حس نگرانیشون و اون جریانایی که تو ذهنشون هست و اون در واقع پیامی که میخوام بدم و انتقالش بدم، اون داستان رو وقتی میشنوم یهویی اصلا پرام میریزه که واقعا این موجودات مثلا فرشته بودنم، یعنی این واژه واسهشون کمه. خب آقا تعریفت، از اسم مادرم اومد، تعریفت از عشق چیه؟ عشق رو چی چجوری تعریف میکنی؟ عشق رو چجوری میبینی؟ مادر. مادر. گفتم اسم مادر اومد، صحبت عشق میکنیم، واقعا اون که جای حقیقتا خود. خیلی دوستش دارم. اتفاقا علتی که برگشتم هم همون بود، یه تماس تصویری گرفتیم و یه چیزایی بهم گفت، دیگه نتونستم. اتفاقا جواب اون دوستامم ندادم که قرار بود اونجا بمونم یا برم یه سری کارا رو بکنیم، برگشتم مستقیم. حسین بهت نمیاد انقدر آدم احساسی باشی و این سبکی مثلا تا کنی با مسائل؟ اتفاقا به نظرم چون احساسی هم اینجوری عمل کردم و تا الان موندم. اگر احساسی نمی بودم اصلا این شخصیت ساخته نمیشد. احساسی بودم و احساسی عمل کردم و احساسی تصمیم گرفتم که الان اینجا. ام، ام، همه تصمیمام به نظر من 99% از روی احساسمه. داستانی هم بوده تو زندگیت که سنگین الان ازش پشیمون باشی؟ آره خیلی. یه دونه که یه دونه‌ش میشه بگی حداقل؟ نه انقدر بدن که حقیقتا دوست ندارم. چرا؟ ظلم کردم. شاید از دید خودمه، شاید از دید کل جامعه مشکل نداشته باشه، ولی حرام خب سوخت گفت ظلم کردم حقیقت. نه، خب منم هم مثل همه جوون بودم و خب قطعا یه مسیر رو طی کردم که این بشه، ولی هاو جالبه این داستان، اینکه میدونی اشتباهات خودمون رو بپذیریم، مثلا اشتباهات گذشتمون رو، این خودش خیلی بالا، یه قدمه در واقع رو به جلوه. خب آقا اگه همین الان شما قدرت اینو داشتی که میتونستی که یکی از داستانهای درونی تو، یکی از خواسته های درونی تو، یه رویای درونی تو اگه برآورده کنی، اون چی بود در لحظه؟ در لحظه حال دل مردمم خوب بشه. یعنی یه چیزی خواست اندازه 80 میلیون آدم. عاشقشونم. ایوالا دمت گرم. اون حس همزاد پنداری رو داری با مردم، مثلا بیرون میبینن تو یا مثلا با هم صحبت میکنید چجوریه؟ اصلا حست یه ذره عجیب غریب میشه یا یکم آدم خجالتی هم کلا میان بهت میگن بیرون، ولی عکس بنداز، ولی من دیدم نه مثلا خدای باهاش رفتار میکنم کلا، ولی خب اونجوری خیلی زیاد شاید هاو. خب آقا بیشترین سوالی که طرفدارا ازت کردن که دوست داشتن مثلا اون وجه حسین هفتو بدونن او اون چیه؟ اینقدر سوال میکنن که حقیقتا نمیدونم دیگه کدوم وقت وجهشو داره میگی. ام. یکی که خیلی میپرسن چرا هفت.
جواب چیه؟ جوابی ندادم. که چرا 7 نمیگی؟ ولی من جوابشو میدونم. عدد مقدسیه. آره 7. کلا اعداد مقدس هم مثل این که نه نیستن، اعداد مقدس نیستن. اصلا نه همشون. نه همشون. 666 مقدس نیست الان. چرا؟ شیطانیه. من نمیدونم میگن دیگه. من والا من بی آها. تقصیرم. من خبر ندارم. منظورم از مقدس بودن اینه که انرژی خوبی داره، یعنی برای مردم جنبه خوبی داده. عدد 7 کلا من خودم اولین باری که حقیقت شنیدم لغت رو مثلا گفتم 7. فقط 7 همین خالی ها. 7. آره. فقط 7 خالی ها. آفرین. حسین بعدا اضافه شد بهش. آره این خیلی چیز عجیبی بود. چیزی هم هست که تو زندگیت مثلا خیلی ارزشمند بوده باشه و برای اون داستان شکرگزار باشی، آره بگی مثلا خدای شکر آره. که مثلا این داستان وجود داره و دو تا چیز بودن همیشه. چی؟ اولیش البته همیشه پدرم بوده. شکرگزاری که بود و هست. نیست دیگه ولی خب. مرحوم شدن، فوت شدن. بله ست. ولی خب خدا بیامرزتش، روحش شد. تنها چیزی که همیشه شکرگزارش بودم همین بوده، خیلی زیاد. آها پس ممنون که همچین پدری داشتم اصلا. چه خفن، چه خفن حاجی. این چیزا رو دارم از حسین حرف میشم، حقیقت خودم دارم زانو میزنم و میدونی انگار این مثلا میدونی این نشون میده که آدما رو شما نمیتونید از ظاهرشون یا از چه میدونم اون اثری که دارن خلق اصلا میدونی میکنن استاد، شاید قضاوت کنید. از دید واقعی یا از دید یکی دیگه اصلا ببینی، شاید اصلا این جمله من اشتباه باشه که چرا شکرگزار همچین پدری بودم. ولی خب من جنبه‌های دیگریشو دارم میبینم. مثلا مثل اینه که خود این حسین چون خیلی شکسته، خیلی بهش گفتن بد میخونه، خیلی بهش گفتن که اشتباهه این شده. دوست دارم اینو. مخالفت سنگین هم داشتی تو این سالها قبل از این که خیلی مثلا انقدر معروف بشی؟ خیلی زیاد. بعد الان اون آدما رو هم میبینی که اون مثلا اونقدر مخالفت میکردن؟ دقیقا اتفاقا چند وقت پیش نمیدونم که یه سالی میشه فکر کنم، یه کسی بهم دایرکت داد، البته زیادن از اینا، ولی یه کسی بهم دایرکت داد که هیچ وقت فکر نمیکردم این شخصیت که همیشه مخالف من بوده و همیشه از اون خیابون میگذشتم و میشنیدم چیا میگه، به من نمیگفت ولی خب به بچه ها میگفت و این ور اون ور بعد الان یه جوری شده که داستان عوض شده افتخار دیگه. میکرد. دایرکت داده بود. البته این شخصیت زیادن، خیلی زیادن که قبلا مخالف بودن و الان موافق. آره اصلا من نمیدونم چه صیغه‌ایه تو تمام کارا و تو تمام داستانایی که مخصوصا یه حالت تابو شکنی و داستان جدیدی باشه وقتی ورود میزنی، اون حلقه های اولیه زندگی همیشه اولین کسایی هستن که تو رو چی میگن دل سردت میکنن و حالتو خراب میکنن. بعد همونا بعد از اینکه خفن میشی باز دقیقاً اکتا عوض میشد. بعد میخوان بگم موتور رو آره آشنای تو این موتور رو میشناسیم استاد، ما هم هستیم. ایناست که خیلی بده. هر کسی جوری دوست داره لذتشو، منم لذتم با کارامه. وقتی کار خودم رو گوش میدم میگم هاو. خیلی خفنه کارات هم واقعا ازش، نه که حالا من چون دوستتم، واقعا کارات ارزشمنده و اتفاقا امروزم داشتم شعر می نوشتم، جریانی بود میگفتم حسین اعتماد به نفس داشته باش، ولی کلا قبل نوشتن اینجوری هم اعتماد خاصی ندارم، فقط می نویسمش، بعد که میرم ضبط میکنم تمام میشه، بعد متوجه میشم که هاو چقدر خفنه شده. چقدر هاو شده، من میتونستم، چرا اعتماد نداشتم به خودم. ولی خب کلا اینجوریه، یادم میره کلا گذشته رو و تو همون لحظه هم که دارم شعر می نویسم یادم نیست دیگه اون شخصیت مثلا حسینی اصلا وجود داره یا هفتی یا هر کی هست. اونا از اون تجربیاتی که تو اون چند مدت داشتم، تو اون یه ماه، تو اون یه هفته یا تو اون یه روز، اون چیزا رو می نویسم یا اون چیزی که تو ذهنمه. خیلی باحاله، خیلی باحاله. حسین با حیونا چه جوری؟ حیونا رو دوست داری؟ آره عاشقشونم. اگه سوالم چیزی سواله دیگه داداش، سوالی که حساسا من خودم هم جواب میدم. اگه حسین حف یه حیوان بود چه حیوانی بود؟ چرا سخت این جوابش. من اگه بودم دلفین بودم.
دلفین زیبا باهوش، ببین زیرک. فکر نکردم شاید تا حالا بهش، ولی همه رو دوست دارم. من فکر میکنم تو اگه حیوان بودی پلنگی، شیری. نه شیر با اتفاقا یالو کوپال فکر کنم خیلی میخوره بهت داداش. نه استاد. نه استاد. اتفاقا اینجوری چرا نیست. چرا؟ من پس یه حیوان بگو داداش هیچ ازت وقت اینجوری بگذریم. نه نمیشه آخه، هیچ وقت به حیوانای همچین احساسی نداشتم، ولی یه جوریه که میتونم آدم بکشم ولی حیوان نه. ام، ام. چیز عجیبی گفتی. در مورد زادگاه چیشو دوست داری؟ چیش برات ارزشمنده که انقدر ازش یاد میکنی تو تمام ترکات؟ تتوشو کردی، دوست داری لباسشو همیشه بپوشی و بقیه داستانا. خیلی چیز. چی؟ ظلمی که بهشون میشه. ام. دوست داری که به خاطر اون ظلمی که میشه مثلا حالا که چه میدونم یه فن بیس داری، یعنی بیشتر داری دیده میشی، اون جریان رو داشته باشی و به نمایش بذاری و اون اصالت رو نشون بدی؟ فازت این شکلی یعنی؟ نه فقط میخوام بگم هاو دیدم دغدغه‌هاتو، دیدم استوریاتو، میبینم که چه داستاناییه. من هیچ وقت دغدغه‌مو استوری نمیکنم استاد، خیلی سخته. نکته ای بود و کاملا هم داره داداش درست هیچ وقت دوست نداشتم برم توی این اینستاگرام خودم رو خالی کنم یا اونجوری، یعنی چقدر چی؟ بده اونایی که اصلا اینجوری. حقیقتا کار من نیست، کار من یه چیز دیگه است. دغدغه‌ای که دارم، اون فکری که دارم میخوام تخلیه کنم، دنبال یه بیت میگردم، زنگ میزنم به بچه‌ها پرودوسرها بالکل. مثلا یه کار دارم با مصطفی میری که هنوز نیومده، چون یه کلمه دیدم به من گفته بودن رپر مثلا فارسی زبان، خیلی عصبی شدم ولی هیچ ریاکشن نشون ندادم تو اینستاگرام. اومدم و همونو شیر کردم همون لحظه. بلوچی رپ آبه. اومدی شعر نوشتی راجع به آره این جریانه که واسه پیش اومده دغدغه‌مو اینا؟ اونجا خالی نمیکنم. یه سری فقط دوست دارن سوژه باشی واسهشون. قبول دارم مثل اینو. این یه دونه فریستال خونده بودیم، اینستاگرام استوری گذاشتم، هیچی دیگه، این خیلی پخش شد و خیلی چرت و پرتا بهم گفتن. یعنی چرا؟ هی بچه‌ها میگفتن ای داریم سرچ میکنیم توی سرچ اینستاگرام میای بالا همش، و ملت عزیزم خیلی چیزای خوبی بهم میگفتن اونجا، دمشون گرم، ولی خب زشته کلا. متوجه نشدم، به خاطر اینکه مثلا داری با یه رپ کنه دری رپ میکنی و دور و برت بودن، به خاطر اون فری استایل متوجه نشدم، به خاطر اون اومدن چرت و پرت گفتن؟ نه بیشتر هیچی دیگه، توهین میکردن بیشتر. چه توهینی؟ واسه چی توهین میکردن؟ عجب آدمای. خب نمیدونم برای چه چیزی، ولی همونجوری که میدونی استاد عزیز، مثلا حمید صفت کپی حمید صفت مناطق محروم. خب بابا یه اسم یه چیز دیگه بذارین رو اصلا من، نه سیرجی همچین آقا شخصی. نمیخوره، اصلا کاراکترها کاملا متفاوته، چیز عجیبی بود. ولی در کل تجربت چجوری بود حسین؟ تجربه کار کردن با مصطفی میری چجوری بود؟ دوست داشتم کی استاد. شما دوتا رو به من وصل کرد داداش؟ یه آدم به اسم میلاد. دمت گرم داداش، اسپشیال تانکس رو دیدم اتفاقا. با کارو من پخش نکردم که به من میگی. شوخی واقعا دارم مصطفی میگم. باید چیز شوخی کنی. دارم آره. میکنم. کار دومتون من چه سبکیه؟ آره. احساسی تره انگار، اون انگار نه نه اجتماعیه چیه؟ نه میگم همون گنگ شما. گنگه. ای والا اون ترک اولشون که کلان ترک خفنی بود. موزیک ویدیوشو اگه ندیدین برین از چنل مصطفی میری عزیز ببینید، کامنت هم بزنید، و اینکه پشت صحنه اون موزیک ویدیو هم فکر کنم چنل الان هستش، برین ببینید، تو لیست ویدیوها هستش، خیلی باحال. پشت صحنه معلوم هست که مصطفی میری عزیز کلی زحمت کشیده بود، اما تشکیلاتی بود، ستاپی آورده بود برای تصویربرداری و اینا. خیلی خفن ترین آگاهی که یهویی واسط اومده و گرفتی چی بوده؟ مثلا یهویی یه داستانی متوجه شی، حالا میتونه اون داستان مسائل زندگی چی میگن دنیوی باشه، میتونه معنوی باشه، یهویی بگی واه آجی اصلا اینو فهمیدم، اصلا چی بود اصلا اینو فهمیدم اصلا. نه یهویی چیز نیومده. یهویی چیزی نه نه یهویی واسه من چیز همش یهویی میاد. نه یهویی نمیاد. خب سالها بوده درونت، یهو آدرسش رو پیدا میکنی، ولی بوده اون تو، وگرنه نمیفهمیدیش کلا. اصولش اینه. متوجهم. به عنوان آخرین سوال پارت اولمون،
اگه قرار بود از زندگی حسین حف یه فیلم بسازیم، اسم اون فیلمو چی میذاشتی؟ فقط باید اسم خودم رو بذاری روش. حسین هفت. 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 هفت بیانگر چه چیزی میتونه باشه برای عموم، برای من؟ اون البته زندگی کلا فرق داره با کارا. شاید توی کار من انرژی مثبت باشم، شاید همه چیز اوکی باشه برای خودم، حتی خیلی خوب باشه، ولی تو زندگی شخصی کلا تو زندگی اینجوری نیست. هرچه بیشتر درد بکشی خروجیت بهتره. مخصوصا واسه کسایی که شعر مینویسن، هر چی انگار دردت بیشتر باشه، غمت بیشتر باشه، مشی‌تر میتونی بریزی بیرون. نه؟ قطعا. البته اونایی که حال دلشون خوب و در واقع همه چیزو میدونه، اونا به یه شکل دیگه ای خودشونو میریزن بیرون. خب دمتون گرم که تا اینجای ویدیو همراه من و حسین هفت عزیز بودین. بریم و بیایم بریم سراغ ادامه سوال ها. برو بریم. دله